درود خدمت تمام دوستان عزیز. در مورد تعمیر تشک خوشخواب میخواستم خدمتتون عرض کنم. ما همه جور تشک خوشخواب به فنری و طبی تعمیر انجام میدیم، تعمیر اساسی انجام میدیم و تعمیر انجام میدیم که کیفیتش مطابقت کنه با برندهای اسم رسدار داخل بازار. الان نمونه که اینجا هستش، بنده خدا مشتریش میگفت که این تشک دیگه قابل استفاده نبود، فنراش به پشتمون فرو میرفت و خیلی هم شل شده. حالا من این رویش رو شکافتم، دیواره رو کامل شکافتم و در ضمن اینجا که الان شکافتم یک زیپ درجه درشت کار میشه که بعدها و مشتری به هر دلیل خواست رویه رو در بیاره بشوره، خیلی راحت رویه باز میشه. این کامل رویه تقریبا باز میشه، رویه باز میشه مثل چمدون، خود تشک خارج میشه، رویه جدا میشه و